خب سر میکنیم جابجا کنیم ما بلنده میمونیم بعدا یک فرمای دیگه ایلوه میکنیم در اینجا فرمای چهارمونه یعنی برنامه رو طور میکنیم برای فرمای چهارم نویسوندن добавить решить добавить форму добавить رقم داری پیوستش میکنیم بولین موجوده چرا که در کدوی پیش داشتیم کنیم اینجا فرم چهارش میمونه وقتی برنامه را کار داده رو بردیم автоматик با کار میداره خب ایش تایور من اکنون برمیگردیم با فرمای چهارم آن را ما جا با جاش میکنیم یعنی تگمه چهارمون هم میگیریم میمونیم و همشه خوش شد جاش میکنیم خب وزیرش داریم 5 تگمه چای بطن انتخاب میکنیم بعدا تگمه چای تکست باکس وزیرش دفعه بیایم دو تا انتخاب کنیم یعنی سه تا انتخاب کنیم برای که مثال پنجم یا با در کار میشوم یا را جا با جا میکنیم بعد که تگمه چهار را جا با جا کردیم انا اکنون میگذاریم به خود حالی مثالی یکم مثال یکم چکار حلش میکنیم حالا که ما در اینجا داریم تکستمونه در اینجا ما قیمتمون رو وارد میشه آغاز میکنیم یکم مونده ما یکم از دیم استفاده بوده یک دیم میگیریم خب نویسندن رو آغاز میکنیم دیم پس اینتجر با اینتجر میگیریم که قیمت ما دائما یخل میشه خب در اینجا ما می نویسیم دیم را میگیریم و برابر وال تکست باکس یک نقطه تکست وقتی که را ما موندیم حالا اکنون در اینجا ما ایف چکالی که گفته بودیم این منطقه ایده ما فقط ایف استفاده میبریم میسنجیم ایف کالونی اب نول باشد زن فلان کار اجرا کن گفته که اینجا چیکاره ما در جا از لابل استفاده میبریم با اینجا میریم یک لابل دیگه خب حاضرش تا تگمه چای سیم استفاده میبریم ای تکست باکس سیم خب می نویسیم باکس سیم نقطه تکست برابر در داخل درست میتونیم اینجاش را تاجیکی هم بنویسیم درست یعنی اگر شما اهمیت داده باشم باید true false میبردن هم جای true false ده ما درست برآورده استیم و می نویسیم else زمان تغییر میدیم انا می کودک منوم میگیریم ای سرکه اشتغالکی می نویسیم نادرست زبان تاجیکی میمونیم نادرست انا میای برنامه را با کار در آورده یک بار میسنجیم خب بولین مثال یک اگر 5 وارد کنیم چاله که میبینیم درست اگر اینجا باز ما مینوسی 5 وارد کنیم باید نادرست باشه چاله که میبینیم درست نادرستیمون علاقه کار کرد خب برای آسانی کار ما اجاره گرفته در اینجا میمونم یکی با شما مصلحتتون نمیتونیم شما روچنوی بنویسیم با ترتیب میشم علاقه در مثال دیگه ما هم ا میگیریم هم ب میگیریم او ب ما اشقاطی واردش کردیم در اینجا باشه ب در ما کور داریم ب برابری میشود خب через مود ما را کارش میکنیم مود
خب ایجاد ا ب میمونیم برابر یک. همین مثال دیگه‌مون کار کرده میشه. اکنون نوبتی مثال سیوم. خب مثال سیوم هم دیگه فرق کلامی ندارن قریب کردش یک خیلی برای اینکه اوشتا توقع یافتن در کار بود اشتا جفته ایرا همین خیلی که هست می نویسونیم انا ایجاشتا با جای همی یک ما نول میمونیم تمام. مثال دیگیم با همین کار کرده میشون. یک بار برنامه را با کار در آورده هم میسنجیم. خب اگر که دو باشه در مثال دیگیم باید نادرست بگه. نادرست. اگر انا درش باید درست شود. اگر سه شود در اینجا باید درست بگه درش نادرست. مثال ما کار کرده است به کم بودی دوامش میتیم. چون که شرطی مثال ها گفته بودیم من اکنون آغاز میکنیم حالی مثالی چهارم. همین مثالی پیشینه را کپی کرده در اینجا میمونیم. شما دا مسئله میتونیم دستی نویسونیم. اینجا دا ما ا داخل کننده داریم. همین داخل کننده همون هم میگیریم بعدا می نویسیم. یعنی ما دو تا داخل کننده داریم در اینجا. این شای تکستی دو داخلش میکنیم قیمت چه انا فرمولا بعد در اینجا کمتر تغییر میابد با کمانداش همون چیزی که بود میسته. خب اینجا در یکم ا را می نویسیم ا کالونی دو. بعدا وقتی که ما ا را کالونی دو مانیم باید برم بسنجیم. برای همین برم میمونیم ب خورد یا برابری سه ا ب خورد یا برابری سه. نولا کنیم کنیم و جاش سه می نویسیم. نگاه کنیم چقدر نویسنده میشه و همین علامت ها اساس همین علامت های اگر همین را درست مانیم کاربار شما همش درست میشه. اگر نادرست شود کاربار شما هم نادرست میشه. خب مثال آخران یعنی مثال پنجم هم میبینیم. خب مثال پنجم هم جهت فرمول نویسش با مثال چهارم مانندی دارد. برای این قمه کپی کرده در اینجا میمونم. اینجاش خیلی بود خیلی میسته. فرمول فقط در انمی ایف انمی اینجا در الیش میشه با کمانداش میسته. خب چیکار میکنیم در اینجا؟ اینجا در میشه ا کالون یا برابری نول. ا کالون یا برابری نول. انا که دیگریش تا باشه نه جای اندم الیش میشه. اند تا باشه ما میگیریم کلمه او را مینویسیم. اور یا گفتنی گپ. خب دیگریش چخاله که بود ما اینجا در برابری را میگیریم و خوردی مینوسی انا بعد همین این مثال پنجم منم کارده میدرویم. خب وقتی که مثال پنجم من که کارده در آمد هم ماشه یک بار دیگه این نظر میگذرونیم. بولیم اینجا در ما درا وارد میکنیم مثال میبینیم درست برای که مثال گفتگیمون مثبت اگر منفی مونیم نادرست. انا که با همین مثالی ایشان یک میبینیم درست اگر که چهار مونیم باید نادرست باشه. خب مثال سیم ده سه میمونیم نادرست چهار مونیم باید درست شود. خب ایشتا دو تا قیمت دار کنیم چرا که میبینیم نادرست میگه برای که اگر شما با مثال رو آورده باشین در جا علاقه میدونین که در مثال سیم عدد جفت. خب سنجیده شما مثال میگیم پنج عددی باشید درسته. انا که مثال چهارم ده ما دو تا عدد داشتیم یکیش ای دو ا کالونی یکیش ا کالونی دو اشتغاله ایش باشد خورد یا برابری سه. ایرا باید دو بگیریم بعدا جان ما درست میشود. اگر ایرا ما پنج بگیریم ما درست میشود.
فرق نداره یکیش حلش کنیم. مثال پنجم به همین موننده. اگر اینو کلان باشه و بیمو مینوس 3 باشه بعد جواب درست میشه. اگر که اینایی را مینوس 1 کردیم حالا این جواب نادرست باید که نادرست شود. چی باید طریق کار کرد؟ اینجا در مثال پنجم دمو یو قطع کار کردیم با همون سبب یکی همیو دا داخل داره. اگر هر دوشان باشه بعد مینوس هم میشه. مثال ایشان مینوس بگیریم بعد هم نادرست. اگر ایش مثال درست باشه و ایشان درست باشه با همون درست میشه برای که یک تاش ما دیده استیم هر داشتد نه یک تاش با اون در کنه سر بلند و خانه و باید باشه.